تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. از کمک مواد غذایی خواهران و برادران اهل خیر بمناسبت ماه مبارک رمضان که از طریق ریاست خدمات اجتماعی با اهالی مهاجر و ببضاعت نصرت مينه شمشدو پشاور پاکستان صورت گرفته است. قدردانی و تشکر می نمایم و از بارگاه الله جل جلاله برای هر فرد کمک کننده و خدمات اجتماعی اجر خیر می خواهم.